صبح بخیر عزیزم. اصلا نمیدونی من امروز برات غذا درست کردم. اصلا انگشتتم باش میخوری. اصلا یه وضعیت ناخن‌ها رفتم مانیکور کردم. بدی رنگش رو ببین چه لاکای قشنگی زدم. اینو بهت بگم، صبح اومدم برای بچه گربام توی کوچه غذا بذارم. یه زنی که اصلا نمیدونی چه وضعی بود، وحشی ها وحشی، از این زنی که این شکلی راه میرن، اومد ظرف غذا رو برداشت انداخت تو جوب. آخه زنی که تو جوب میندازن حداقل شعور اگه داری تو سطح آشغال بزن. مثلا به تو چه؟ من در خونه خودم غذا گذاشته بودم. مثلا شعور نداره با اون ناخونای ناخونای من قشنگ شده قشنگ میدونم. دیگه ببر پی کارت، کار دارم، برو خداحافظ.